سلام دوستان عزیز، مرسی که ظروف سلطانیا حمایت میکنید. دیگ 16 لیتری به همراه خنک کننده سطل آبی، ترمومتر یا دماسنج و ویگرو رو اومدم به شما معرفی بکنم. این دستگاه مناسب گازهای خونگی و کابینتی هستش که به راحتی میتونید حتی در آپارتمان یک تخدیر خیلی خوبی رو داشته باشید. دوستان عزیز، یک نکته رو بهتون بگم، برای استفاده از دیگ‌های 16 لیتری شما نیاز هستش که 2/3 دیگ رو پر بکنید، 1/3 دیگتون خالی. دماسنج یا ترمومتر بهترین دما برای تخدیر بین 80 تا 90 درجه هستش. ویگرو جهت خالص‌سازی و شفاف‌سازی محصولتون به کار میره که باعث میشه که خلوص عرقیاتتون بره بالا. شلنگ سیلیکونی دارم که رابط بین ویگرو و خنک کننده سطل آبیم هستش. خنک کننده سطل آبی من از 4 قسمت تشکیل شده: ورودی بخار، خروجی محصول، ورودی آب سرد و خروجی آب داغ هستش. دوستان عزیز، جهت خرید این محصول خیلی راحت میتونید به سایت ظروف سلطانی که همکنون در قسمت پایین صفحه میتونید مشاهده کنید مراجعه کرده تا خرید خوبی رو تجربه کنید. دوستان عزیز، اسم این دستگاه هست دیگ 16 لیتری به همراه خنک کننده سطل آبی، ترمومتر یا دماسنج و ویگرو.